من اصلا آدم زرنگی نبودم هیچ وقت. مثلا توی مدرسه با اونی گشتم که بالتر بود، نه درس خونتر. بین دوستام با اونی رفاقت کردم که پایه تر بود، نه پولدارتر. به همکارام توی این استا مثل خونه آدم نگاه کردم، نه مثل رقیب. هیچ وقت بلد نبودم پولمو تنهایی خرج کنم. خوبیای آدما رو بیشتر از زرنگ بازیشون باور کردم. طرف تحقیرم کرد و له کرد علاقم. من باز موقعی رفتم بهش گفتم جای کاری پیش اومد بهم بگو. اصلا وقتی فکر میکنم گریم میگیره واسه خودم. اما اشتباهه. کارای من؟ نه حرف آدمایی که میگن باخت دادی. اگه ماهیت زندگی معامله کردن بود حتما قصه میخوردم واسه زرنگ نبودنم. اما خب آدما دیر میفهمن که برد چی واقعا، که زندگی معامله نیست. بزن قدش برنده. تو زندگی کردی.